چاکرم. قربون داشتانم کرد. آقا ما میگه مثلا رضا شاه بزرگ خوب. این هم رضا شاه هم قبلی هم خوب آقا فوت کرده. الان فوت کردن دعوا سر چیه داشت. کی مخبیه؟ این پسرش که مالی نیست منگولیه دیگه. همه مدنن خانومش و فلان. آقا او دوتا اصلا خوب گذشته ایران ما خوبا ایران همه رو قبول. آقا خوب نیستن الان داشت. سر چه یه خوب نشون بده؟ یه خوب نشون بده ایرانی دیگه. یه خوب دیگه نشون بده داداش. کو خوب غیر آقای خامنه‌ای یه خوب دیگه نشون بده اینجوری بتونه 40 سال داداش کشور حفظ کنه. که یه قلدر نه بگه آقا اینجا مال ما و جزایر سگانه مال ما این تیکه مال ما تو بری چی ایری دیری هواپیماهاتو وردا داشت غزه رو برو بمباران کن. اگه یک بدمو بود الان میگه داداش جنگنده ها اینجا برو اونجا رو بزنده داشت. ونزوئلا رو میخوام بگیرم وقت بیاده داشت. انقدر نفت بیار انقدر تجهیزات بیار انقدر فلان سربازان میخوام بیان تو خلیج فارس داشت برش یک بره بزن زمین. ها دیگه بزن زمین داشت انقدر خرجشانه بده داشت. اما عربستان هم داشت باید به شاهش او قبیله‌های بزرگش ربط داشته بشی وضعیت خوب بشه. همه‌شان که خوب نیستن داشت. کارگر هم داره دیگه. همین گلکویی است داشت یک زمانی بود مثال بزنم دهه 80 با ما گفتم بیا بریم تو گلکوییس داشت یک چیز طلا می‌خری بعد چند نفر جذب می‌کنی میشینی و بالا سود می‌گیری. بعد این سکه‌های طلا ساعت‌های طلا نمیام گفتم چی شد ایران تحریمه بانکاش جواب نمیده. گفتم داداش ایران تحریمه تو اروپا که تحریم نیست دیگه بری چی کارگراش میان آشغال جمع میکنن شبا آشغالاش کارگر داره جمع کسخلن. خب برن تو گلکوییس امثال اینا تحریم هم نیستن بشینن خانه‌شون لم بدن پول بگیرن ماهانه. این همه کارگر داره من تو رستوران تی میکشده داشت گارسونی داره کسخلن گارسونی کنن برن تو گلکوییس پول بگیرن. همش کس شعر فقط تو دهن ما میکنن که ما رو بگن بدبختیم. هر روز صبح بلند شد 30 تا رفیقاتی ببین هر روز صبح اسکلت کنن از دم در خانه. ببین تا شب رویت چی میشه خودت باخ میدی یا نه. اصلا ما میگم دماغت اسکل کنن از خانه بیرون نمی تا دماغت نری عمل کنی. مسخرهشو در آوردن. یکم زرنگ بشن یکم خودتانه بخن یا علی مدد.